خبر مردم. سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک از بزرگوارانی که چی به شکل حضوری و چی به شکل آنلاین در مجلس امروزی ما و شما اشتراک کردن. تشکر و همچنان تشکر از برگزار کننده برنامه که همه بزرگواران امروز در زیر یک چتر، چی از طریق فضای مجازی و چی از طریق حضوری جمع نمودن و خواستند که نظریات همه را در قبال مردم افغانستان، زنای افغانستان، جوانای افغانستان و هم خصوصا مردم شمالی داشته باشه. قسمی که شما بهتر میدانین که بعد از 15 اگست ما تا امروزه که حدود 2 سال میشه، 2 سال و چند روز میشه، ما هیچ روز خوش ندیدیم. به خاطر از اینکه یک تعداد از جوانای ما و شما تحصیل کردهای ما و شما از وطن فرار نمودن و طالب به نحوی یا گروه تروریستی هر عملی را که میتونست، یعنی هر انگیزی را که میتونست، اینا قسمی در وطن پیاده نمودن که مجبور شد که زن افغان، دختر افغان، جوان افغان و تحصیل کردهای افغانستان از افغانستان فرار کردن، یعنی زمینه را برشان تنگ ساختن. معلوم دار است که یک گروه تروریستی است و در این حدود 2 سال ما نتانستیم که بین خود یک گروه فکری مشترک و یک حدود مشترک و یک اتفاق نظر و یک اتحاد هم فکری داشته باشیم که بتانیم که مردم شمالی و خصوصا مردمی که یک دید مشترک دارن، جوانان و تحصیل کرده، اینا بتانیم که یک خط فکری مشترک پیدا کنیم در قبال گروه تروریستی یا گروه تحریک طالبان. ما بتانیم که استادگی کنیم و مو طرح خود، برنامه خود جنبی عملی بدیم در قلبال حقوق بشر و حقوق مساوات و غیره. قسمی که شما در جریان هستی، افغانستان از 15 اگست تا حالا از ابتدایی ترین حق که حق تحصیل و تعلیم است از خانما گرفته شده و چی رسه بر از این که حقوق مساوات باشه در افغانستان، حقوق بشر باشه. زنها امروز در یک حالتی قرار دارند که کارشان از پیششان گرفته شده، حقشان از پیششان گرفته شده، حقوق انسانیشان، حقوق زن بودنشان، حقوق بشریشان، همه حقوقی که داشتن یک زن داره همیشه از افغانستان از پیششان گرفته شده. فقط در یک چهاردیوالی من حیث یک همی که نفس میکشن بس، خلاص دیگه هیچی ندارن در افغانستان. و ما اگر بخواهیم که سر موضوع حقوق زنان و حقوق بشر کار کنیم، زنای افغانستان مبارزترین زنایی هستند که تا امروز در حضور طالبان چی در افغانستان و چی در بیرون افغانستان صدای خود کشیدند. خود زنای افغان قبول کردن شلاق زدن سنگسار زندان، اما باز هم صدای خود کشیدند. به نحوی زنها تحت فشار قرار می گیرند. زن افغان، دختر افغان که همیشه به یایی که قربانی فرهنگا و عنعنات منطقه شدین و یا ای که اگر صدای خود میکشن به نحوی طالب زیر فشار میگیریشان یا زندانی میسازیشان، یا ای که مجبور میشن از وطن فرار کنن، او که توانایی ندارن از وطن فرار کنن یا براین مجبور هستن که امو مشکلات و چالش هایی که بالایشان وضع میشه در کابل امو را قبول کنن. و در قسمت از این که ما چطور میتونیم که با این موضوعات مبارزه کنیم، مبارزه ما شما از روز اول تا امروز آغاز است. هرچند جامعه جهانی و دنیا صدای ما و شما را و صدای ما جواب مثبت نداده، لبیک نگفته، ولی که هدف و برنامه کلی که جامعه جهانی و دنیا و یا امریکا در قبال افغانستان داشته و بحث جدا بوده، ولی در بحث زنا تا این حال که شما شاهدش هستین هیچ یک نکته مثبت که زده شده باشه که یعنی باید حق زنا برشان داده شود، حق تحصیلشان، حق کارشان، حق هر موضوع دیگه که بوده باشه. فقط من حیث یک اه، اه، من نقطه فشار ازشان استفاده شده. هر وقتی که زن افغان صدای خودم میکشه، بلند میکنه و یا ای که گروه تروریستی منافعشان برآورده نمیشه، بعد از او محدودیت ها و ممانعت ها را بالای زنای افغان وضع میکنه
و مجالسشان که صورت میگیره و جامعه جهانی می باشه یا سازمان ملل می باشه یا هر کس دیگه که می باشه در مقابل از اینا، امریکا و یا اروپا یا هر جای دیگه، فقط هدفشان می باشه که برنامه خود پیش میبرن. برنامه از این نمی باشه که شاید در گوشه یا در حاشیهش موضوع زنا باشه و در غیر از او تمامش موضوعات سیاسی خودشان و منافع کشورشان مد نظر گرفته میشه. تنها کاری که کنه میتونیم ما و شما اتحاد اتفاق خود حفظ داشته باشیم بالای یک طرح استراتژی، یک طرح کلی که در آینده ما بتونیم که همه اینمی جوانا و تحصیل کرده و مردم شمال ما و شما یک دست شوند و هم در برابر گروه تروریستی چی از مرد و چی از زن استادگی کنند تا وقتی که وطن ما از اشغال رها شد، آزادی خود گرفت. بعد از اون ما میتونیم که حقوق بشر، حقوق مساوات و حقوق زن برشان بدیم. اگر امروز دروازه مکتب بسته است، کسی دروازه‌اش واز نمیکنه. اگر واز هم کنه با او کریکولمی که اینا تدریس میکنن بنیادی ریشه درس و تعلیم و تحصیل از افغانستان میبردارن و شاید روزی شود که هیچ زن افغان و یه دختر افغان توقعی از این نداشته باشه با این سیستم اگر بره که ما مکتب بریم با این کریکولم، با این دیدگاه ها، با این طرز تفکراتی که داشته باشه. دیگه بنابراین نظر ما ایسته که ما یک طرح کلی داشته باشیم که ما بتونیم که وطن خود از این بحران نجات بدیم. بعد از او بالای موضوعات حقوق بشری، حقوق مساوات و غیره فکر کنیم. و اگر امروز هم مبارزات ما بازم تکرار میکنم جریان داره، تو نیست که ما صدای خود خاموش کنیم بگوییم نه تا وقتی که وطن آرام شود ما صدای خود نمیکشیم. تا هر روزی که در بیرون هستیم، در داخل افغانستان باشیم، ما صدای خود بلند میکنیم. مبارزه ما ادامه دارد تا که زن افغان، دختر افغان و من حیث یک شهروند از حقوق انسانی و حقوق بشری خود برخوردار شود. مبارزات ما ادامه داره ولو که جهان صدای ما را بشنوه یا نشنوه، ولی ما فشارهای خود وارد میکنیم به استثنای یک تعداد از معامله‌گرا و کسایی که بدون از اینکه موضوع زن افغان، موضوع مردم افغانستان، منافع مردم افغانستان مد نظر بگیرن، در میزای مذاکره میشینن به نمایندگی از زن افغان موضوعات شخصی و برنامه و منافع شخصی خود پیش میبرن، با طالب تعامل میکنن و معامله میکنن و بحث جداست. ولی بحث زن افغان اگر کسی میخواد به نمایندگی از زن افغان در هر جایی که بشینه، زن افغان قابل معامله نیست و زن افغان نمیخواد طالبه که در افغانستان باشه و تمام محدودیت ها و ممنوعیت هایی که تا حال بیشتر از 80 فرمان از یا مربوط زن بوده و امروز هم گروه تروریستی و تحریک طالبان اینا بپذیرن. بنابراین ما هر موضوعی که داشته می باشیم به شکل کلی، با اتفاق نظر، با اتحاد نظر، با همه گروه و با همه دوستا و بزرگوارا شریک ساخته بعد از او پیش میریم و با هر موضوع کسی که میخواد با افغانستان صحبتی داشته باشه باید با اینمی دیدگاه هایی که منافع مردم افغانستان، منافع ملت افغانستان، زن افغان، از تمام کسایی که تعلیم کردن، تحصیل کرده افغانستان با مد نظر گرفته شد و بعد از او همین قضایا را زیر چشم خود گرفته، بعد از در میز مذاکره بشینه و مشکل افغانستان را پیش کنه. امیدوار هستم که من از موضوع خارج نشده باشم. من نمیتونم